باید گفت که در دوران استقلالیت در شهر حصار بنیاد و از نوسازی چندین انشاءات ضد دارای تعینات گوناگون خیلی افزوده است که با استفاده دادن آنها در این گوشه کشور ساکنان زیاد با جای کار و معاش خوب تامین بوده و در این زمینه سطح زندگی آنها بلند گردیده است. بخشیده به 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات نوآباد زیاده از 40 انشاءات تعیناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز یک ورزشگاه، گرمخانه و میدانچه‌های ورزشی از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار محلی مورد بهره برداری قرار دارد. برای سازوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت دهات نوآباد طبق نقشه 44 ساختمان‌های جشنی به نقشه گرفته شده است که تا امروز یک چند انشاءات سپریده شد. از آن جمله مرکز سلامتی، سردخانه، بنگاه طبی، ورزشگاه زمانوی و حمام با استفاده داده شد. همه ساختمان‌هایی که به نقشه گرفته شده است تا سال 2021 با استفاده داده می شود. سیاست پیش گرفته پیشوای ملت را سرمشق کار خود نموده در محل‌ها سازندگی و آبادکاری را زیاد می نماییم. سهم صاحبکاران نیز در بنیاد انشاءات دارای تعینات گوناگون نظررس ارزیابی می شود. از شماره انشاءات بنیاد شونده 20 تای آن را صاحبکاران تشبثکار محله ساخته به استفاده می دهند. صنفخانه‌های علاوگی برای مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 35 از جمله انشاءاتی است که در روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان این دست جمعانه خواستند با طریق حشر این 3 صنفخانه را در روزهای نزدیک به استفاده دهند. حاضر در این صنفخانه‌ها تعمیر رنگ و بار و کارهای آخرین درجه رفته شده است که در روزهای نزدیک ما میتوانیم این 3 صنفخانه را با استفاده دهیم و قریب 150 خواننده در 2 بس میتونند در این 3 صنفخانه به تاثیر فرا گرفته شوند. این تحفه خوبی میشود با جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. دستاوردهای دوران استقلالیت از آن گواهی می‌دهند که مردم وطندوست و سربلند این گوشه کشور تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند و سعی و تلاش به خرج می‌دهند که بهر آبادی محلی خود سهمگذار باشند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.